اول امام کیست؟ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام مولا الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام است. به جز از علی چه گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. این امیرالمؤمنین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. اول امام کیست؟ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام مولا الموحدین حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام است. به جز از علی چه گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. این امیرالمؤمنین. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب.